بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقام صحابگان این یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم و ختم کنندگان نخستین مدرسه اسلام، نه تنها این بلکه راویان دین و شریعت برای نسل بعدی هستند. یعنی ما مسلمانان همه قرنهای بعدی از نسل مسلمانان دین را، شریعت را، توحید را، عقیده را، ایمان را از این بزرگ مردان آموختند. بدین خاطر امامان و فقیهان گفتند اسلام خانه است و صحابگان در. هر کس خواهد به این خانه درآید میباید از این در گذرد. خداوند عزوجل به رحمتش و به حکمتش این نسل را انتخاب کرده تا یاران و دوستان پهلوی آخرین پیامبرش صلی الله علیه و سلم باشند و دین را به دست آنان تقویت بخشیده. بنابراین طعنه زدن به آنان طعنه زدن بر خود رسالت است. آنها راویان اسلامند، راویان شریعتند. طعنه بر راوی طعنه بر روایت است. راوی را قبول نداشتن محتوای روایت را رد کردن است. اگر یک نفر دوستان بد داشته باشد طعنه در خود آن شخص است. چگونه نفران به یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان درازی کرده طعنه میزنند. این طعنه بر خود این معلمی بزرگوار است والعیاذ بالله که در تربیه این نسل، در تربیه اطرافیانش گویا موفق نشده والعیاذ بالله، که البته چنین نیست. صحابگان کسانی هستند که خداوند عزوجل در کتاب جاودانش آیات در فضیلت و در صداقت و در کمال ایمان آنها نازل کرده و دهها آیه قرآن آنها را به جنت مژده داده. بنابراین شناخت صحابگان این شناخت دین است. احترام صحابگان احترام شریعت است، شریعتی که به دست آنها به زبان آنها روایت شده. و قدر کردن مقام صحابگان قدر کردن قرآن است، زیرا دهها آیه قرآن در بیان شأن و شرف آنان نازل گشته است. بنابراین می باید شخص مسلمان دانش صحابه شناسی داشته باشد. مقام صحابگان را می باید شناسد. ما اهل سنت و جماعت در کتاب‌های حدیثی خود باب به نام المناقب داریم. در همه کتاب‌های حدیث چنین باب ما میابیم، روبرو میشویم. از صحیح بخاری شروع کرده به دیگر کتاب‌های حدیثی معتبر، کتاب المناقب یعنی در بیان فضیلت صحابگان، افراد صحابه و عموم صحابه. این باب در پهلوی سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم، در پهلوی مسائل نماز و روزه و حج و زکات و ایمان و اعتقاد جای داده شده. خاطر اهمیتی بزرگش صحابگان را شناختن، دوست داشتن، احترام نمودن، با آنان تقلید داشتن، این ایمان است، این دین است. دوستان گرامی، صحابگان بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم، یاران ایشان رضی الله عنهم اجمعین، بالای هر فرد مسلمان حق بزرگی دارند، همچون حق پدر و مادر و همچون حق استاد. زیرا ما مسلمانان شریعت را، دین را توسط آنان آموختیم. ما با حلال و حرام، با جایز و ناجایز، با خداوند، با صفات خداوند، با همه آنچه که در دین، در شریعت داریم و می آموزیم از آنها آموختیم. پس آنها بالای ما حق دارند. احترام آنها پس واجب از واجبات دینی است. ببینیم که خداوند عزوجل در سوره انفال در شأن ایشان چی میگوید. البته این یکی از دهها آیه است که در شأن و شرف صحابگان نازل شده و این روایتی کدام عالمی، کدام محدث استنباطی، کدام فقیه، نه، این آیه قرآن، سخن پروردگار در قرآن عظیم الشأن است که تا روز قیامت تلاوت می شود. او تعالی فرموده والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. یعنی و کسانی که ایمان آوردند، والذین آمنوا، و این چنین به خاطر دینشان از وطن خویش هجرت نمودند. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کردند. این چنین والذین آووا و نصروا، و کسانی که مهاجران راه خدا را در خانه خود، در وطن خود جای دادند و کمک کردند. اولئک هم المؤمنون حقا، آنان مؤمنان راستین هستند، مؤمنان حقیقی هستند. این شهادت خداوند عزوجل درباره صحابگان است. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. برای آنان
از جانب خداوند مغفرت و روزی نیک خواهد بود. این آیه کریم هم درباره مهاجران حرف میزند و هم درباره انصار، هم درباره صحابگان اهل مکه است، هم درباره صحابگان اهل مدینه، مهاجرین و انصار، که صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو گروه تقسیم می شوند. آنانی که جهاد کردند، هجرت کردند، صبر کردند در راه دین، هر چی که داشتند دادند، و آنانی که آنها را استقبال کردند، در خانه های خود، در وطن خود جای دادند، کمک کردند، با هم یعنی برادر شدند، یک جا همدست شدند، دین خدا را نصرت دادند. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنانی حقیقی هستند میگوید قرآن. خدا عزوجل آنها را مژده میدهد که برای آنها مغفرت و رزق نیک در جنت هست. بیاید ببینیم مفسران بزرگوار در تفسیر این آیه چی گفتند. مثلا امام ابن جوزی اندلسی در تفسیر خود التسهیل لعلوم التنزیل میگوید مقصد این آیه بیان منزله بزرگ مهاجران و انصار است. امام ابن جریر طبری شیخ مفسران در تفسیر عباره برای آنها روزی نیک است گفته است لهم فی الجنة مطعم و مشرب هنیء کریم، برای مهاجران و انصار در جنت طعامها و شرابهای گوارا و نیک است. بنابراین هر نفری که نسبت صحابگان زبان درازی کند، آنها را در دین و اعتقادشان طعنه زند، به خیانتکاری نسبت دهد یا به دروغگویی آنها را وصف کند، علما میگن فعل او عمل کفر است. اگر دیده و دانسته این کار را کند، نه به خاطری که یک نسل در نظر مسلمانان مقدس است، نه بدین خاطر که اعتقاد چنین شخص و بدگمانی او نسبت چنین نفران ده ها آیه قرآن که در باره آنان آمده آنها را وصف نیک کردن، این آیات ها را زیر سوال بردن است. یعنی به عباره دیگر آن نفر نه به صحابه طعنه زده بلکه به آیات قرآن باور ندارد، زیرا قرآن آنها را وصف نیک کرده، بزرگ گفته، اهل جنت گفته. این نفر به خیانت و به دروغگویی و به نفاق اتهام میزند، یعنی به قرآن باور ندارد، به آیات قرآن که در شأن آنها آمده باور ندارد، قبول ندارد. یک حرف قرآن را رد کردن کفر است، کجا رسد به ده ها آیه که در فضیلت و در شأن و شرف صحابگان نازل شده است. بیایید به این حدیث نگریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آن را امام ترمذی روایت کردند میگویند فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد یاران انصاریش میگوید هر که آنها را دوست دارد مرا دوست داشته است. یعنی محبت انصار را با محبت خیش برابر کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم. فمن احبهم فبحبی احبهم، هر که انصار را دوست دارد مرا دوست داشته است و هر که آنها را بد ببیند مرا بد دیده است، چون آنها یاران منند، دوستان منند. و هر که آنها را اذیت دهد، زبان درازی کند، نسبت من زبان درازی کرده، مرا اذیت داده، و هر که مرا اذیت دهد خدا را اذیت داده. والعیاذ بالله. امام نامور حدیث ابو زرعی رازی سخن جالبی دارند که مقام بزرگ صحابه را میفهمانند. میگن اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعلم انه زنديق. این محدث بزرگ اسلام میگویند هرگاه شخصی را دیدید که نسبت صحابگان زبان درازی میکند، آنها را طعنه میزند، دانید که او زندیق است، بیدین است. و ذلك ان الرسول صلی الله علیه وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه. چرا میگه زندیق است کسی که نسبت صحابه زبان درازی کند؟ زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم حق است و قرآن ایشان حق است. قرآنی که از جانب خدا آوردن حق است و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبری بر حقند و این قرآن را و این سنت ایشان را همین صحابگان به ما رسانیدند. پس طعنه زدن به آنها طعنه بر رسالت است. چگونه شخص زنجیره را که او را به قرآن و حدیث می پیوندد قطع کند، از بین ببرد. قطع کردن دین است، قطع شدن رسالت است اصلا، زیرا راویان شریعت اسلام تنها همین صحابگانند. در میان کتاب‌های عقیده ما متن خیلی ارزشمند بزرگ داریم به نام عقیده طحاوی که امام ابو جعفر طحاوی
این رساله اعتقادی را تالیف کرده که مقبول همه امت اسلام است. نزد اهل سنت و جماعت این رساله معتبری اعتقادی است. امام ابو جعفری طحاوی در این کتاب میگوید و نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. امام طحاوی در این رساله اعتقادی میگن و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم و در محبت هیچ که آنان افراط نمی‌کنیم، زیاده روی نمی‌کنیم، مثل بعضی طوائف که در محبت بعضی از صحابگان همچون حضرت علی رضی الله عنه افراط کردند و دیگرها را طعن می‌کنند. چنین نمی‌کنیم، همه را دوست می‌داریم و از هیچ که اعلان بیزاری نمی‌نماییم مثل بعضی طوائف گمراه. هر که آنان را بد ببیند و به بدی یاد کند او را بد می‌بینیم و به جز به نیکی آنها را ذکر نمی‌کنیم. تنها به نیکی، تنها به احترام، تنها به حس وفاداری و تشکر و سپاس نام صحابه به زبان می‌آوریم. دوستداری صحابگان دین است و ایمان است و احسان. دقت کنید دوستان عزیز، در این عباره امام طحاوی و حبهم دین و ایمان و احسان، محبت صحابگان، دوستداری صحابگان دین و ایمان است. و بغضهم کفر و نفاق، و بدبینی آنان کفر است و نفاق است و طغیان است. سرکشی از امر خداوند عزوجل و سرکشی از امر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بنابراین دوستان گرامی، می باید مقام صحابه را شناخت، می باید صحابگان را دوست داشت و می باید به صحابگان تقلید و پیروی کرد. در حفظ و امان خداوند باشید.